درود دوستان، قسمت چهارم آخر قسمت هفته اول برنامه بفرمایید شام ویژه‌ای لس آنجلس پخش شد و برنده مشخص شد. اتفاقات خونه شهبال میافتاد، شهبال شب‌پره، و توی اون روایتی از ماجرای نامگذاری خواهرش روی فرزندان اینها، که یه خواهر دارن و نام هر سه پسر خانواده شهبال شب‌پره رو که دختردار شدن همه، یعنی ملودی شب‌پره دختر شهبال و ولنتاین شب‌پره دختر فرنام شب‌پره و دنیا شب‌پره دختر شهرام شب‌پره رو تعریف کرد. حالا و خود اون خانم پسردار شده، پسر داره. غذا باقالی پلو با ژیگو بود. به نظر میرسید خوشمزه باشه. یک مقداری مهمانا منتظر باقالی پلو با ماهیچه بودن، ولی خب راضی به نظر میرسیدن. ماجرای ازدواج فامیلیش رو با گلی تعریف کرد، همسرش که آشپزیش خیلی خوبه و عملاً آشپزی رو انجام داد، و تعریف کرد که وقتی به دنیا اومد داده بودن بغل اون و بعد همه رفته بودن و او از همون موقع بغل شهبال شب‌پره هست تا الان. پیراشکی درست کردن که خاطرات مایکل و پیراشکی خسروی در حوالی کافه نادری رو توضیح میداد، و این پیراشکی خسروی هنوزم هست، رفته کریم خان، ولی خب الان واقعا کیفیتش خوبی نیست. حالا توی اون کانال نیما افشار نادری لایف هم که لینکش هم میذارم این پایین، درباره غذا خوراکی این چیزها ویدیو میذارم، درباره زندگی گردش اینها. میتونم یه بخش هم درباره تاریخچه پیراشکی خسروی توضیح بدم که چه خبره، تو از کجا به کجا رسیده. تم برنامه کلاشاپو بود، ولی خب خود شهبال کلاشاپو نداشت. یه چیزی اسم ناپلئونی با یخ در بهشت درست کرد که البته یخ در بهشت نبود، چیزی پودینگ بود، شبیه به قول مایکل یک جور فرنی بود، یک جور شل زرد بود که حالا سفید بود. شهبال توضیح میداد درباره کودکیش که می‌خواست شبیه فرانک سیناترا باشه و اینها. در نهایت آهنگ بفرمایید شام رو خوند خود شهبال که خب بامزه بود، خود آهنگ قدیمی کلاسیک بفرمایید شام رو، و رسیدن به امتیازها. رامین زمانی 8 داد، منصور فکر میکنم 7 داد و مایکل هم 10 داد. نتیجه چی شد؟ نفر سوم رامین زمانی، نفر دوم مایکل و نفر اول شهبال و منصور با هم برنده شدن. باید ببینیم که هفته بعد چه اتفاقی میفته. سابسکرایب کنید، با هم درباره حواشیش صحبت میکنیم. نظرسنجی هم که گذاشته بودم توی بخش کامیونیتی یا بلاگ کانال، همین کانال تماشا، توش منصور رای آورده بود به عنوان نفر اول که درست حد زدید، اما خب منصور به همراه شهبال شب‌پره که خب نظرسنجی همینجوری نبود که بشه چند نفر انتخاب کرد. تبریک میگم.